قیس جان همراه ما باش که صدای عامل صاحب با هم میشنویم. 6-7 دقیقه است. صدای عامل صاحب مسعود و برای تو هم حتما جذابه. اصل گفتگو 45 دقیقه است که ما اینو به رسانه ها خواهیم داد، به تلویزیون ایران اگر خواستن تقاضا بدن خواهیم داد. من فقط یه تیکه‌هایشو جدا کردم که درباره خودش حرف میزنه، شعر حافظ میخونه. اینها رو برای مخاطبان پخش میکنم، برای شما هم پخش میکنیم. باز در ادامه من از سوال دارم، در خدمت هستم. باشه. سید چطور است؟ انشالله بخیر است. نمیدونم چرا صدا رو ضعیف دارم. من الان مشکل رو حل میکنم. خانواده خوب است انشالله. علیکم. سید چطور است؟ انشالله بخیر است. خوب است. خوب است. خانواده خوب است انشالله. مادیلا اولاد همگی خوب است. الله بسیار دلتنگ. خدا حفظتان کنه. خدا حفظتان کنه. عین قصه است اما دل و دل راه داره. دیگه دوامدار احوالگیر هستم از طریق بچه ها. دیگه جدا سپاسگزار هستیم به خاطر ایستادگیتان و دفاعتان از مردمتان، از ملتتان، از آزادی و از انسانیت. این برای همه ما به شدت دلگرم کننده و به شدت به یک نتیجه قوت قلب است. هم شخصا و هم به نمایندگی از مردم افغانستان تشکری می‌کنم. من سوالا رو شروع کنم احمد جان. من در خدمت هستم پاجر. میدونم که تحصیلات شما در حوزه علوم نظامی بوده احمد جان. آیا علاقه شما به عرصه امور سیاسی و نظامی محدود میشه یا یه سال متفرقه هم برای که های مصاحبه تو لذت ببرن؟ من جناب آقای جعفری شما بهتر من میشناسید. یک زمانی یک خبرنگار روسی از مادرم پرسان میکنه که بخواید فرزندتان چی کارش میگه میخوام که دیپلمات شم. روز میگه که خب حیث نیست که بالاخره پدرتان نظامی، خودتان نظامی و فرزندتان نظامی نبود. جوابش همین است بگذار حیث باشد. ای کاش که همین بگذار حیث باشد همین قسم میشد. به هیچ عنوان علاقه به کارهای نظامی و شبه حتی سیاسی نداشت. اما تمام این اوضاع بالای ما تحمیل شده. وقتی که بی‌عدالتی را به کشور خود میدید، وقتی که متاسفانه خطرات امروز را میدیدیم، وارد مسیر سیاسی شدیم تا اگر بتانیم کمک به مردم خود بکنیم. امروز هم اگر در بود نظامی فعال شدیم فقط دفاع از ملت و مردم ماست، علاقه دیگه. در حالی که علاقه شخصی من همیشه با آسمان بوده و ستاره ها هنوز به یاد دارم که اگر فراموش نکنم نامشان آقای صفاریان پور بود. یک آسمان شب در نامی بود، در شبکه 4 میگذاشتن. هیچ وقت او را فراموش نمیکردم. آقای ناظمی بود و آقای یک فرد دیگه فعلا اسمشان فراموش میشد. میامدن صحبت میکردن از آسمان ها، از ستاره ها و به شدت علاقمند ستاره، علاقمند آسمان ها، علاقمند کیهان شناسی بودم و اگر که به علاقه شخصی خودم بودم هیچ وقتی وارد یزدانه نمی شدم، وارد ادبیات، وارد شبکه فیزیک و فیزیک فضایی و مثلا مسائل دیگه که به شدت به علاقه داشتم دوران نوجوانی به این طرف میرم و این که امروز مجبور برستیم و مسئولیت بالای ما آمده و بالای مردم افغانستان، تک تک شهروند افغانستان که از کشورشان، استقلالشان، عزتشان دفاع بکنن. این مسئولیت میهنیم است و هر سلیقه یا هر چیز شخصی خود را، هر گونه علاقه شخصی خود را کنار گذاشتیم، آمدیم که اگه کاری بتونیم به مردم خود انجام. حرف ادبیات شد، از علاقت به شعر و ادبیات خبر دارم. اگر همین الان فکر بداهه بگیم یک غزل از حافظ برامون بخون، کدوم رو خوش داریم؟ از حافظ فکر میکنم که شعرهای زیادی است از حافظ که فعلا در سر ما به ترتیب دور دارم. نمیفهم کدامش زود برای شما بخوانم، اما چیزی که اگر هم یک چیز داشت در ذهن آمد بیاید، همیشه است که یک وقت از پدر خود یادم میاد که میخواد
خورمان رو باز که از این منزل ویران بروم، راحتی بی جان طلبم بس پی جانان بروم. گرچه دانم که بجای نبرد راه غریب، من به بوی سخت آن زلف پریشان بروم. همین شعر دیگه فعلا همین چیزی که در ذهن آمده میشه. زنده باشی احمد جان. جناب آقای مسعود، در مورد کمک خواستن از دیگران یک مقاله هم شما در واشنگتن پست منتشر کرده بودید. امریکایی‌ها به نحوی درخواست مفادات کمک کردند. میشه در این باره بیشتر صحبت بکنید؟ آیا اون مقاله نتیجه‌ای داشت؟ یا درباره کمک خواستن توضیح دیگری دارید که شما دیگه صحبت کردید؟ میشه در قسمت مقاله لازم میدانم که همه قدر یک وضاحت بود که در شرایط استثنایی و یک شرایط سخت دوستایی بودن که تلاش میکردن هر قسم شده دیگه از هر طرف یک کمک هایی بیاید و چون مقصد نیازهایی که آمده مردم افغانستان امریکا را با او مصالحه خود میدانستند. تلاش بعضی دوستان می بود. ما خودمون در پنشیر بودیم، مقاله چاپ شده بود که خودم آگاه نبودم برای کمک خواستن از اینکه بالاخره این بحران خلق کردیم، باید هم که این بحران در مقاومت و ایستادگی مردم نقش بازی بکنیم، کمک بکنیم که کدام اتفاق و کدام یک نتیجه نداشته. همین لحظه که صحبت میکنیم آقای جعفر مدیان و دهها گروه تروریستی در داخل افغانستان زیر کوشش همین حرکات جدید و گروه تحریک طالبان که فعلا آمده و امنیتی که اونا برشان فراهم کرده از القاعده شروع تا الی منتها، اینا دیگر شروع به فعالیت سربازگیری و آمادگی جدید خود دارند که بدون شک منطقه را تهدید میکنند و بسا امنیت کلانتر از منطقه. رحمت کنه پدرتون. این همیشه توی مصاحبه وقتی که من صحبت میکنم واژه‌ای یادش نمیاد، از همین تعبیر دیگه اینو استفاده میگه. 2-3 بار الان شما اینو به کار بردید یا مثلا حال من تغییر کرد و همیشه وقتی که گوش میکردم فکر میکردم چه واژه‌ای به جای استفاده کنم. من خسته میشه هم این جمله قبل و جمله بعد باید واژه میچسبانم. دقیقا به کتاب بودن تو تفاوت بکنم مطاب تبیر بودی ماها بودی اتاسی کنشتی. خب وقتتون صدات نتوانید گفتم روزها ای خوبی بود اون روزها، ای کاشته اون روزها بود. خب عزیزم خیلی محبت کردی. من میدونم تو الان از زمین و آسمان برات میریزه این که 20 دقیقه نیم ساعت وقت خالی کردی برای من نشون میده که خیلی محبت داری به من، بیشتر از اونی که لیاقت داشته باشم منو دوست داری. خیلی محبت داری. خواهش میکنم آقای جعفریان، شما مردم ایران و ملت آزاده ایران بیشتر از اینا حق داریم و برای ما جدا ای جایی که افتخار است که هم کلام دوست پدر خود و هم کلام کسی باشیم که در روزهای سخت در کنارش بودم و در شخص خود من تماسه اینا تمام اینا آماده ساختیم. همیشه برای من تصویر یا قاب کوچکی به گذشته از ساده اینا بوده که همیشه مرا برمیگردم مثلی بود که بار دیگه او زنده شده و در کنارش هست. این کمترین کاری بود که من میتونستم انجام بدم. از شما تشکری میکنم، از مردم شریف و با عزت ایران تشکری میکنم و همچنین مجددا تشکری میکنم از پیام‌های فوق‌العاده اقشار مختلف جامعه که چه دکتر هستند، چه پزشک هستند، چه نرس هستند، چه مدیر هستند، چه معلم هستند که برای ما پیام میفرستند که هر قسم شده ما میخوایم به مردم و مقاومت مردم افغانستان کمک کنیم. ما ازشان تشکری میکنم. ما در حال انسجام، در حال کوشش برای یک آمادگی ها و برنامه‌ریزی ها هستیم. انشالله زمینه هایی که چطور مردم و اونایی که میخواهند با مردم ما و مردم ما ملت